تا حالا شده جلوی آینه وایستی، به چشمات خیره شی و از خودت بپرسی واقعا من کی هستم؟ نه اون اسمی که توی شناسنامته، نه اون شغلی که داری و نه حتی اون تصویری که دیگران ازت دارن. یه سوال ساده ولی انقلابی، چون اگه جوابتو پیدا کنی همه چیز تغییر میکنه. نقاب‌هایی که از کودکی با ما هستند. ما از بچگی با یه سری برچسب‌ها بزرگ شدیم. بچه خوب، شاگرد زرنگ، دختر مؤدب، پسر قوی و کم کم یاد گرفتیم اگه خودمون باشیم ممکنه دوست داشتنی نباشیم. برای اینکه دوستمون داشته باشن، پذیرفته بشیم یا تشویق و توجه بگیریم، شروع کردیم به نقش بازی کردن. نقش‌هایی که شاید به ظاهر موفق بودن، اما تهش یه چیزی کم بود. نقابی که برای محافظت ساخته بودیم حالا داره خفمون میکنه. از خود واقعیمون فاصله گرفتیم. اون حس پوچی، اون بی‌حوصلگی عمیق، اون خستگی روحی که هیچ دلیل مشخصی نداره، گاهی از همینجا میاد. از زندگی کردن به عنوان کسی که نیستیم. ما شروع میکنیم به مقایسه کردن با دیگران، با تصاویر اینستاگرام، با خواسته های خانواده و ناگهان میبینیم داریم راهی رو میریم که انتخاب خودمون نبوده. از خودمون دور شدیم و این جدایی دردناکه. اما خبر خوب اینه، خود واقعی تو هنوز اونجاست. اون بخش از تو که دنبال معناست، دنبال صداقت، دنبال آزادی. کافی یک لحظه سکوت کنی و به صدای درونت گوش بدی. نه به صدای ترس ها، نه به صدای انتقادگر درون، بلکه به صدای واقعی خودت. چطور به خودمون نزدیکتر بشیم؟ 1. خودت رو مشاهده کن. هر بار که واکنشی نشون میدی، از خودت بپرس این واکنش منه یا یه نقابه؟ 2. احساست رو بپذیر. ناراحتی، خشم، ترس، اینها بخشی از تو هستن. تا وقتی انکارشون کنی، نمیتونی رشد کنی. 3. زمانهایی برای تنهایی بذار. سکوت، رفتن به طبیعت، نوشتن، اینها کمکت میکنن لایه ها رو کنار بزنی. 4. از خودت بپرس من چی میخوام؟ نه دیگران، نه جامعه، من چی میخوام؟ این سوال ساده میتونه مسیرت رو عوض کنه. دعوت به خودشناسی. خودشناسی یه سفره. نه آسونه، نه سریع، ولی عمیق و واقعیه. تو این سفر شاید گریه کنی، شاید بخندی، شاید بعضی رابطه‌ها تموم بشن، ولی به جاش یه چیز مهم به دست میاری، خودت رو. و وقتی خودت رو پیدا کنی، تازه زندگی شروع میشه. دیگه وابسته به تایید دیگران نیستی. دیگه به نقاب‌ها نیازی نداری و این یعنی آزادی واقعی. جمع‌بندی. تو واقعاً کی هستی؟ اگه حاضر این سوال رو جدی بگیری، اینجا در کانال بینش برتر همراهیت میکنم. پس همین حالا لایک کن، سابسکرایب کن و برام کامنت بذار. من حاضرم خودم رو بشناسم. چون این فقط یک کانال نیست. اینجا جاییه برای بیداری، کشف درون و شروع دوباره.